محبوب ترین انیمه های جهان از نظر مخاطبا. قسمت اول. رتبه 10 انیمه توکیو گول. رتبه 9 انیمه اسکیت بی‌نهایت. رتبه 8 انیمه مشل، جادو و عضله، انیمه ترکیب کمدی و اکشن که واقعا قشنگه. رتبه 7 انیمه وان پانچ من، یا همون مرد تک مشتی که خیلی زیباست، مخصوصا فصل 1 و 2. فصل 3 یه ذره پس رفت کرد. رتبه 6 انیمه جوجوتسو کایسن. رتبه 5 انیمه سولو لولینگ، واقعا این انیمه قشنگه. رتبه 4 انیمه بلولا که همون قفل آبی که مخصوص فوتبال دوستاست و واقعا قشنگه. حتی اگه فوتبال هم دوست ندارید این انیمه واقعا براتون جذابه. رتبه 3 انیمه اتک آن تایتان، انیمه که یا 100% دوستش دارید یا اصلا دوستش ندارید. یعنی یه انیمه واقعا وسطه که طرفدارا و هیتراش خیلی زیادن، اما از نظر خیلی از کاربرا خیلی جذاب و نمره IMDb بالایی هم داره. رتبه دوم انیمه دیمون اسلایر یا همون شیطان کش که اصلا دیوونتون میکنه، انقدر که قشنگه. 2 تا سینمای دیگه هم قراره بیاد و واقعا بمبه. رسیدیم سراغ رتبه اول، اما اونایی که انیمه فنن اینو میدونن که الان یا قراره وان پیس انتخاب شه یا ناروتو. یکیش اصلا تو این لیست ما نیست. البته چون یکیشو من خودم هنوز ندیدم واسه همین نمیخوام در موردش نظری بدم. انیمه وان پیس من میگم الان بهترین انیمه‌ای که وجود داره و اگه نبینید واقعا لازمتون رفته برید سراغش، استارتشو بزنید و شروع کنید. انیمه ناروتو چرا تو این لیست نبود؟ به خاطر اینکه هنوز خودم ندیدمش. اما اگر این ویدیو